صلى الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، موافقی خب طلبی شما بینندگان عزیز، موضوع امروزه ما درباره احترام پدر و مادر. با وجود این که ما این موضوع رو گذاشته بودیم، لیکن از بس که موضوع داغ روز هست و مردم زیاد نیاز دارن، برای همین خواهش زیاد شده است که در همین موضوع با صحبتی داشته باشیم. حالا ببینید، خداوند عزوجل یعنی بعد از عبادت خودش در نوبت دوم احترام پدر و مادر رو گذاشتگی است. تأکید امر کردگی است که حتمی باید پدر و مادرت رو احترام کنی. حالا پروردگار میگه استعیذ بالله و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظیم. پروردگار میگه که من به شما امر میکنم این که غیر از پروردگار دیگر هیچ کسی رو عبادت نکنید یا هیچ چیزی رو عبادت نکنید. تنها همون ذات پاکی که خلق کرده است، انسان و خصوصا مسلمان باید همون رو تنها عبادت کند، دیگر هیچ چیزی هیچ کسی رو عبادت نکند. یعنی عبادتش خاص پروردگارش و خالقش باید باشد. در نوبت دوم میگوید یگانه این دو شخصی که بعد از عبادت من نیکی ها و احترام و خدمت اونها برایت عبادت است، این پدر و مادر است. و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. و پدر و مادرت نیکی انجام بده، خدمت کن، خدمت پدر و مادر رو بجا بیار. اگر مبادا یکیش یا هر دویش و سین سالی به مداری رسیده باشم، یعنی برجاماندگی، هرگز از خدمت اون برجامانده خسته نباش. هیچ وقت خدای نکرده نشود که اف بگوی. فلا تقل لهما اف و قل لهما قولا کریما. همیشه باید همیشه باید سخن نرم و با معامله با احترام باید داشته باشید. برای چی؟ ولی واقعیت ببینی، همین هر فرزندی در کودکیش اگر بیمار شود یا اینکه اون فرزند لباسش افلاس کند، میشود کدام مادری که بگوید که بو میکند من نمیشویم، یا اینکه من یا پدری که بگوید که دارو درمان این طفلکم رو نمیخرم، هیچ ممکن نیست، نمیکند. چنین مادرم باشد میشوید لباسهایش رو و پدرم که باشد میخرد لوازمات و ضروریات و تمام دارو و درمانش رو. و از خریدن و از شستن و از با اون کودک طفلک بازی کردن هرگز خسته نمیشود. پدر مادر هرگز خسته نمیشود، همیشه این کار رو انجام میدهد با کمالی خشنودی. پس از روی انصاف است که همینه که با کمال خرسندی و خشنودی و خوشحالی در بیمداری و در ناتوانی و در بیماریت هیچ خسته نمیشد، حالا همون پدر و مادری که مثل خودت همچنین که بیمدار بودی و طفلک و هیچ درمانی نداشتی، همون پدر خسته و پیر و بیمدار و دیگر شد، حالا از او خسته شوی، از روی انصاف است. این یک طرف مسئله. طرف دیگری مسئله میدونید برای چه پروردگار رو غضب میکند و حق پدر و مادر رو
به عذاب‌های سخت مبتلا و گرفتار میکند. برای چی؟ شما دیدید انسانی رو که پدر مادرش عذر داده بود و بعد برکت یافته بود؟ نیست، وجود ندارد. هیچ ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ اونی که پدر مادر عذر داده باشد و عذر نبیند چرا ممکن نیست؟ به خاطری که پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار وعده خلافی نمیکند. اونی که خدمت کرده است برکتش میدهد، اونی که عذر داده است خور و ذلیلش میکند. چرا؟ به خاطری که پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار در اینجا میگوید که همچنین که عبادت من رو، یعنی من رو تنها عبادت کن و پدر و مادرت رو خدمت کن، خدمت پدر و مادرت برای تو عبادت است، بعد از عبادت من بزرگترین اجر و پاداش خدمت پدر و مادرت است، بعد اون وعده خلافی میکند. اونی که پدر و مادرش رو خدمت کرده است و دعا گرفته است و خدمت دیگر بعد اون رو برکت نمیدهد. حالا طرف دیگری مثلا غیر از این که چیز یگون حالا گفتیم که افلاسی و دارو و درمان و دیگر همیشه با اون کودک پدر و مادر، یعنی حالا ببینید همین پدر و مادر قدم های اولی فرزند چقدر خرسند میشه. تای 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 اون کودک تای تای کنی، اون کودک راهگردی اولی اون کودک براش چقدر یک خرسندی میارد، چقدر خشنود میشوند، چقدر خوشحال میشوند، چقدر با اون بازی میکنن. گذشته از این هر فرزندی رو، هر پدر و مادری چند هزار بار همون بینی افلاس اون فرزندش رو توزه میکند. پس پروردگار میگوید که همین انسانی که نان و نمکت داد، از قدم های اولت خشنود و خوشحال شد، خندید، خرسند شد، طفلک من راه رفته شده است، تای کرده شده است. چند هزار بار بینی اون افلاسی اون طفلک رو تازه و پاک کرده دیگر. چند بار در آغوش در بالای گردن و سر برداشت، از اون بالا ترش کرد. پروردگار میگوید بعد این همه نان و نمک در نمکدانی پدر و مادرت توف میکنی، قدری نان و نمک پدر خدمت پدر و مادرت نمیدونی. و من یکی از شاگردو مراجعت کرد که در دانشگاه درس میدادم، مراجعت کرد که استاد خب مناسبتم با پدرم چندان نی، شاگرد دختر است، مراجعت کردگی خواهر است، با پدرم چندان نی، با مادرم هیچ جور نیامدیم. یک دو نفری خواستگار آمدن، مجبورم کردن که اون رو بگیرم، نگرفتم. و نفری رو که من دوست میدارم اونو نخواستن، قهر کردم، برآمدم از خونه قهر کردم، رفتم. کجا رفتید؟ خونه خالم رفتم. خب مادر اومد میخواست بزند، دیگر جزئیاتی خیلی زیاد. خالم حمایه هم کرد، گفت که میلش در خونه من هست، بی خطر هست، بی ضرر است، باشد. ولی اول خونه هم خشدارش رفته است، بعد از اونجا با خونه خالش اومده است. هیچی که خشدارم نمیدهند. سوالش این بود که از نظر دین من درست کردم یا نادرست کردم. من گفتم که خواهر عزیز، میبینم که خودت چندان به دین و دینداری و آداب و اخلاق دینی اهمیت نمیدهی. یکی نام مسلمانی داری، مسلمانم میگویی. بگذار من واقعیت و حقیقت و امروزه اون چیزی رو که میبینیم همین رو بگویم. چند ساله هستی؟ 20 ساله هستم. من گفتم 20 سال در کجا نان نمک خوردی؟ در خونه پدر و مادرم. در 20 سال عمرت اون پدر و مادرت یگان بار به ضررت کدام پیشنهاد کاری کردن؟ نه.
نکردن. و ضرر یگون بار یگون چی نگفتن، یگون بار یا حتی که نوجا و ظلم هم نوجا نزدن. اگر زده باشند هم یا که تعدیبت هم کرده باشند جا بجا، یعنی ظلم نکردن. این خیلی هست یا نیست؟ همین خیلی هست. بعد چی شد که خودت 20 ساله شدی و یک باره بعد اون پدر و مادرت به ضررت کار کردند و تو یک باره فایده ات رو فهمیدی. چی تجربه داری؟ چی رو دیدگی هستی؟ نه زندگی رو دیدگی هستی، نه سواد کامل و فراست و عقل و تدبیر و تحلیل و تشخیص و بررسی و سنجش و دوراندیشی داری؟ نه هیچ. فقط وسوسه شیطان. نه فلانی دوست می‌دارم، شیطان میگه از عقبی همو بره، بدبخت شو بره، تمام آقی پدر و مادر شو، هیچ برکت نیو در زندگی، عاقبت جهنم، با من جهنم بیا. شیطان است. اکثریتی کلی همین جوانایی که عشق بازی میکنن این وسوسه شیطان است. عشق نیست. عشق نیست. عشق باشد با یک نفر میکند. ولی میبینید همونایی که میگویند که من عاشق هستم با 10 نفر لق میکنن میگردن. عمرشون رو، زندگیشون رو، حتی فرزندای می آمدگی آینده اشون رو همه رو بی برکت، نحس و کسرت و کثافت میکنن. شما دیدید در زندگی کدام دم گرفتگی برکت یافته باشد از زندگیش؟ واقعیت بگوییم، واقعیت ببینیم، بگوییم واقعیت. ولی دین نه. چرا که به چندان دین باور ندارید. اگر دین باید که در 20 سال پدر و مادرت یگون بار به ضررت نگفت، میدونه که اون خشداری تو امروز فردا 10 روز، یک ماه، 6 ماه، 1 سال استفاده میکند، میپرتویدت. که خط میکنند میپرتوید میرود، تمام. برای همون پدر و مادر جان میکند که دخترم در یک جایی که بخت بیابد، سعادت داشته باشد، احترام داشته باشد، انسان ها انسان باشند، فراست داشته باشند، ظالم نباشند، بدخواه نباشند، خیرخواه باشند. پدر و مادر تجربه دارد، باید پدر و مادر رو گوش کنید. اگر که بسیار که حالا که دیگه آدمی خوبی باشد هم باید پدر و مادر رو فهموندن ضرور است. اگر خودت نمیتوانی به واسطه خالت بفهمون که نه شما ندرست شناختید، یعنی انسان همایی که خشداری من هست این است، این است، این است، این است، این است. نه با راه جنگ و دیگر قهری و برآمدن از خانه و دم گرفتن کسی که ولو خدا میدوند کی است، چی است، چی میشود، چی کار میکند. من گفتم پدر و مادر چند هزار بار بینی افلاست رو در کودکیت توزیع کرد، چند بار لباسهایت رو شست، حالا اون مادرت گنده شد برایت. اگر سعادت میخواهی، عزت میخواهی، برکت میخواهی، فرزندانی نیک میخواهی، فرزند صالح میخواهی، فرزند نیک باش. قرآن میگه که فرزند نیک میخواهی خودت فرزند نیک باش تا اینکه فرزند نیک بیدی همه. اگر فرزند نیک نشدی فرزند نیک رو نمیبینی. هر چی کردی همون رو میبینی. نیک کردی نیک میبینی، بد کردی بد میبینی. خب بالاخره اون شاگرد گو حالا دیگر چیکار کنم؟ حالا که قهر کردم برو اومدم. قهر کردی برو اومدی ببره بگو که میلیون بار میبخشی مادر جون. از پاش بوسه کن، از پیشونیش بوسه کن، از دستاش بوسه کن، بخشیش بپرس. مادر است. اگر زده باشیش هم باز برای بگو که مادر جون خطا کردم، شیطان فریبم داد، شیطان وسواسم کرد، میبخشی. مادر است میبخشد، پدر است میبخشد. را بگو میبخشی، تمام، مسئله حل. با مصلحت. والا همون خشدارت ببین، خشدارت رو ببین. یکم بار دیدی تلفنش که چند تا دیگر و مانندی تو خشدار دارد و گپ میزند و هیاهوی میکند، نمیدونم که چی، بعد حرام میکند میپرتوید. حکم شاگرد عزیز، تو دون خدا، یعنی حرامت نکرده است گونه تو حرام، یعنی درست که آغوش دیگر کردیم لیکن یعنی زنا نکردیم. خب الحمدلله بگو برا
اون پدر و مادرت برم، با دعای پدر و مادرت شوهر کن تا اینکه برکت بیابی. همین است. بینندگان عزیز گرامی، اون پدر و مادر با هزارها آرزوها این فرزند رو کلان میکند. بعد این فرزند کلان که شد تمام دیگر پدر و مادر رو نمیشناسد. بعد این پدر و مادر رو همچون دشمن فکر میکنه که دشمن است. چرا؟ آدمی خواسته من رو نمیدهد، دوست داشته من رو نمیدهد. دوست داشته ایت ده دوست داشته دیگر دارد، ده کسی دیگر فریب داده است، بازترم فریب میدهد، میپرتوید، میرود. برای همین انسان باید دور فکر کند. پدر مادرم برای چی میسوزد؟ برای فرزندانش. میدوند که جوان است، تجربه ندارد، یعنی زندگی رو نمیدوند، تحلیل و تشخیص کرده نمیتواند. برای همین ناکام نشود. بعضی پدر و مادر رو هم سختگیری از حد زیاد بد میکنن. نه، با فرزند مادر با دخترش باید همچون دوست دوگانه باید مناسبت کند. خب جایی که نمیفهمد سیاست مادریش رو باید که اثبات کند و جابجا کند. و پدرم که باشد با فرزندانش باید که در مصلحت مشورت باید باشد و همچون دوست نزدیک رفیق و هم دوستی نزدیک فرزندانش رو مصلحت بدهد، مصلحت کند دیگر. برای همین باید که فرزندان باید احتیاط باشند. پروردگار میگوید که غیر از خالقت کسی دیگری رو عبادت مکن و با پدر و مادر نیکی انجام. حتی اگر پدر و مادر فاسق هم باشد، حتی میزده هم باشد، حتی معتادی به مواد مخدر و به نشعه و به نمیدونم که بنگ و دیگر هم باشد، خدمتی او برای فرزند است. یک نقطه دیگر تاکید کنم، فرزند در عموم پسر دختر تو شوهر کرده، اما پسر تو آخر عمر واجب است برای اینکه خدمت کند. اما دختر وقتی که میگه تن نفسم بخشیدم، تمام عهده‌داری هایی که پدر بالای این دختر داشت، این عهده‌داری ها به شوهر میگذرد. همون خدمتایی رو که برای پدر و مادر میکرد باید به شوهر کند. همون احترامی رو که پدر و مادرش رو میکرد به شوهرش کند. در همین صورت خانه‌اش با برکت میشد، فرزندان نیک و صالح با برکت میآید. اگر مبادا دختر زنی که شوهردار هست امکانیت ندارد یا که شوهرش اجازتش نمیدهد که هر وقت خانه پدرش برود، یا اینکه شرایط نداره که هر وقت خانه پدرش برود خدمت کند، گناهگار نمی شود. لیکن پسر گناهگار می شود. چی زن داشته باشد، چی پیش از زنگیریش، چی بعد زنگیریش، اگر خدمت پدر و مادر نکند، پسر گناهگار و عاصی می شود، عاق می شود. اما دختر بعد از شوهر کردنش اگر خدمت نکرد، عاق نمی شود. این نقطه خیلی مهم است که باعث خرخشه و ویرانشوی عائله ها می شود. و بعضی پدر و مادر رو دخترانشون رو میکشند میگیرن دیگر 2 فرزند 3 فرزند، نمیگذارن که زندگی مستقلانه خودش رو پیش ببرد. دخالت در زندگی دخترش میکنند و داماد رو یعنی ناجوز خانوی بد میگوید، سبب پشتگیری عائله میشود. کی گناهگار میشود؟ همون مادری که دخالت میکند یا پدری که دخالت میکند، حیات اون زن رو ویران یا حیات یک انسان رو میسوزاند. و اگر او 2 فرزند دیگر داشته باشد، حیات 3 نفر رو میسوزاند، در بدر میکند. فرزند کی کامیاب میشود؟ فرزند در صورت کامیاب میشود که همیشه نوازش پدر و آغوش مادر باشد. فرزندی که در آغوش مادر و نوازش پدر کلان شود، اون فرزند کامیاب کلان می شود. فرزند کامیاب و فرزند سالم و یعنی همه جانبه موفق و کامیاب در زندگی می شود. حالا دختر رو با 2-3 فرزندش می کشد میارد، دخالت میکنه در این اوچه دختر، یا اون زن مادرش یا پدرش. بعد اون کودک‌ها چی میشوند؟ آینده کودک‌ها چی میشود؟
حالا خونه اگر یکون کلینی دیگه داشته باشه دی طرف هم میگذرد یک شپوت میزند، اون کودک اون طرف هم میگذرد یک شپوت میزند. اون کودک مایوس، روح افتاده، لوچیده، ناکام، بدبخت. برای همین احتیاط باشید. فکر نکنید که هرچی خواستید کردید شما حق دو بعد کامیاب میشه. نه، در ناکامی دختری خود رو بدبخت میکنید و در بدبخت شدن دختری خود شما عاصی و گناهکار میشید. جواب میگویید. همون حالا ممکن که فرزند دارد 25 ساله هست، چندان اهمیت نمیده، یاش است، توانمند است، کیم چی با شیطان در ذهن و فکرش حال دیگر میارد که یک شوهر یا ایده بهتر میکنه، 10 شوهر کنه از او بهتر نمیوید، بدترش میوید، بهترش نمیوید. یا اینکه بعضی مادرای پسرها بچه‌هاشون مجبور میگه گمش که باید دیگه زورش میکنه و یک تایی میوید که هم در سر اون فرزندش هم در سر مادرش 4 مغز میشکند. بعد بلا را میبیند. پدر و مادرای محترم، هیچ وقت به حیات دخترها و به حیات کلینا و به حیات پسراتون دخالت ناجا نکنید. خانه ها رو ویران نکنید، زندگی ها رو پاش ندید، جوانان رو بدبخت نکنید. همونی که میارید از خانه شوهرش دخترتون رو کشیده میارید، 10 نفر دیگه قطعی مناسبت های علاقه های جنسی میکند، حرام میکند، خودش رو به برکت در بدر گدا میشود. گدا در بدر میشود. فکر میکنید یا نمیکنید؟ برای همین باید که مسلمان احتیاطکار باشد، دوراندیش باشد، دور فکر کنید. امروز فکر نکنید 30 سال 40 سال بعد فکر کنید که چیکار میکنید. من مثالای زیادی در صحبت‌های پیشینه گفته بودم. واقعیت برای چه این مثال ها بخاطر این واقعیت است، حقیقتی است که با چشم سر دیدیم و دیده ایستادیم که کی چگونه زندگی دارد کامیاب شد و کی چگونه زندگی دارد ناکام و بدبخت شد. با چشم سر میبینیم هر روز. پدر مادرای محترم، در زندگی کلین و پسرتون و دختر و دامادتون دخالت نکنید. بیجا ظلم میکرد نصیحت کنی، بچه این کاری خوب نیست، ظلم نکن، چرا که ظلم عمر رو به برکت میکند، زندگی رو به برکت میکند. مثل عدی دیگر بزنم. چقدر پدر و مادر رو در بسایب خانه ها خوابند، در آرزوی ناخونی نبره و فرزند، و اون فرزند هم 5-6 فرزند سالش قد سراغش نمیکنن. خلاصی نیست. برای همین احتیاط کار باشیم. هر کاری که انسان انجام میدید، چی نیک چی بد میبیند، نادیده نمیشود. ممکن نیست نادیدن، هیچ نمیشود نادیده، ممکن نیست. اولا بای لبای گوش میکنم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. ممکن مرحمت. شما در برنامه مستقیم هستید. بعد گذشتن والدین فرزند چی مسئولیت دارد؟ سلامت باشید. سوال معلوم است. یگون سوال دیگه دارید؟ نه. خدا خیر برکت یا موفق باشید. پدر مادر در زندگی هم حقوق دارند، بعدی گذشتن هم حقوق دارند. ما همچون مسلمان ببینید، ما نمازمان رو خلاصه و تمام میکنیم با چی؟ اللهم اغفر لی و لوالدی و لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. پروردگار من رو رحمت و مغفرت کن، پدر و مادرم رو رحمت و مغفرت کن، جمله مؤمنین چه مرد چه زن رحمت و مغفرت کن، جمله مسلمین چه مرد چه زن رحمت و مغفرت کن، چه حیات باشن چه گذشته باشن. پدر و مادر چه حیات باشن چه گذشته باشن. زندگی
در حیات بودن پدر مادر و بعد از وفاتش خدمت پدر مادر از گردن فرزند ساقط نمی شود. در این دانشمندان اسلام میگن که در زندگی مادرت یا پدرت ماهانه چقدر صرف و خرج میکردی، همون صرف و خرجت رو برای خواهرانت و برای دوست داشته ها از حتی که از دوگانه ها یا خاله و عمه و یا رفیق دوستی پدر و یا که رفیق و دوستای پدر یا که دوگانه و خویشاوندای نزدیکی چیز پدر و مادر، همون صرف و خرج رو بکن. همچنین فرزندی چیز، فرزندی لایق، فرزندی صالح. حالا ببینید پیامبر علیه السلام میگه که وقتی که انسان وفات کرد اعمال نامه‌اش پوشیده میشه، تمام، هیچ عملی انجام داده نمیتواند مگر 3 چیز: صدقه جاریه، مسجد، مکتب، یتیمخانه، راه، باغ، هر جای جمعیتی سهم گذاشتید، اون برات صدقه جاریه است، مثل آب جاری همیشه ثوابش میرسد، چی حیات باشید چی از این دنیا گذشته باشید. یعنی از دنیا هم که گذشتید این صدقه های جاریه اتون باشد، مثل اینکه در همین دنیا هستید، از این دنیا قطع نمیشوید، از این دنیا محروم نمیمونید، همیشه بهره‌مند میشوید، همیشه ثواب میرسد. دوم علم یا کسب و هنری، حالا چی دوزندگی باشد، چی پزندگی باشد، چی علم باشد، چی قرائت باشد، چی قرآن باشد، حالا نبیره خود رو، فرزند خود رو بگو بچه‌ام بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. انا همون صدقه جاریه تو وقتی که اون نبیرد به فرزندش، اون به فرزندش، اون به فرزندش، دائم اجرش میرسد. یا دوزندگی که حالا دخترت رو یا که هر کسی رو شاگردی رو تعلیم دادی، یا پزندگی رو، همون به شاگردش اگر چند صد سال هم که برود، اون چیزی که تو تعلیم دادگی در اصل اون دوام یافته ایستاده است، چند صد سال، چند هزار سال ثوابش برایت میرسد. سیوم ولی میگه دو ولد صالح یدعو له، فرزندی نیکی دعا میکنه در حق پدر و مادر، دعا میکنه در حق پدر و مادر. پس معلوم میشه فرزندی که بعد از وفات پدر و مادر دیگر پدر و مادر رو یاد نکنه، دو فرزندی صالح نیست، فرزند کامیاب نیست، بنده دوست داشته پروردگار نیست. بنده دوست داشته پروردگار کی هست؟ بنده دوست داشته پروردگار همون انسانی هست که در حق پدر و مادرش دعا میکند، در حق پدر و مادری وفات کردهش. ولی ببینید پیامبر علیه السلام هر وقت دوگانه‌های همسرش، خدیجه مادرمون خدیجه رضی الله تعالی عنها، پیامبر علیه السلام دوگانه‌های همسرش رو میدید، اما ریدایی که در گردنش بود میگرفت میپرد، میگو این زن دوگانه خدیجه است، در حیات بودن خدیجه می اومد ما رو زیارت میکرد، چقدر از اون دوگانه‌های همسرش زنش نوازش و احترام میکرد به خاطر روحی زنش همسرش. تصور کنید هر وقت بعد از وفات همسرش میگو الحمدلله الذی رزقنی حب خدیجه، شکرانه پروردگار که محبت خدیجه رو در قلبم جای کردگی است. از گذشتگان به نیکی یاد کردن همسر، خلق مادر چی؟ حسن بصری رحمت الله علیه مادر است. الو 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 سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت جان یک سوال داشتیم، یک پدری مرحبا داریم، هم دادم شاید هستم. لبه جان حضرت داریم پدری پیری داره میگن خوب 96 ساله هستن، خیلی همون خود چون میگردن کم کم بعضی حالات غسل کردن نمیتونن، میتونیم که خودمون در حمام برده غسل وافق شریعت درست است، لیکن شرمگاه اساسی وقتی که میشید شما
یعنی شرمگاه اساسی جو شرمگاه رو باید که بپوشونید با همون تپوش قطعی باشد، یا اینکه اون لطه قطعی میپیچونید از نف تا زانو نتابت. حالا وقتی که دیگر تمام اون اگر عضوهای بیرونی از فرضی رو وقتی که شوشتید، بعد عضوهای داخلی اون یا که یعنی باید سطر باشد فرض از سطرش، اون رو یعنی اون لطه رو برداشته با دست میتوانید که شما صابون یا که صابون بزنید و بشویید تازه کنید. تشکر زیاد هزار خدا خیر برکتی سلام باشید. حتی ممکن است که در حالتی که اگر دیگر اون پدر یعنی خودش دیگر حرکت کرده نمیتواند، بعضی عضوها رو یعنی حالتی ضرورت یک نظر کرده و تازه کردن بدن پدر زیر بغلش کن مشکلی نیست، عضو است، اما بین پا تازه کردن اون هم در حالت ضرورتی که خود دیگر پیرس برجا مانده است یا فلج است، خودشان ندید فلج هست که دیگر اون نمیتواند حرکت کرده، هم درست است که در این حالتهای ضرورت در ضرورت چنین روا باشد، به ضرورت چنین خطا باشد. یعنی در حالت ضرورت هم میشد که پدر پسر دخترش رو یا که اکا یا دودر اکاش رو در حالتهای ضرورت میشود، یا که مادر رو هم میتوانند که دختر رو یعنی صابون بزنند، بشوند، تازه کنند، اجر دارد، برکت مییابند. هر کسی هر چیزی که کرد میبیند. خدمت کردگی خدمت میبیند، عذر دادگی عذر میبیند. خدمت کردگی خدمت میبیند و عذر دادگی عذر میبیند. حالا من گفتم که حسن بصری رحمت الله علیه مادرشون گذاشتن، تلخ گریستن، با وجود اینکه یک عالم و دانشمندی مشهور عالم اسلام، یکی از بزرگترین علمای عصرش تا به حال، بعد گفتن که دانشمند اسلام استاد او شما قدر تلخ میگرید، گفت یک در باز جنت رو از دست دادم که یکیش حالا هست، یعنی پدرشون بود. این پدر و مادر در باز جنت هست. میخواهید که قصرهای در جنت داشته باشید، پدر و مادر رو خدمت کنید. خداوند عزوجل هم از فرزندانت اگر پدر و مادرت خدمت کردی، پروردگار از فرزندانت میدهدت، هم در جنت قصرها برایت میدهد. این شوخی و اندک نیست، احتیاط کار باشید. دیدیم کسایی را دیدیم که عذر داده بودن، اوراوسا گدو شده گشتن، گدویی کرده گشته ایسولان. برای چی؟ بخاطر که پدر و مادر رو عذر دادن. اونایی که خدمت کردن برای چشم دیده همه هستن. لبی. سلام علیکم. علیکم السلام. حضرت مفتی خوبه حضرت صدق. الحمدلله سلامت باشید. خدا خیر کد داشته. حضرت سوال داشتیم. مرحبا. آیا زکات دادن و پدر و مادر صدقه دادن از دیدگاه شریعت درست است؟ دیگر سوال نیست. از این سوال هم که مسئولیت فرزند در نزد والدین چی است؟ همین معلوم داده حضرت جان. خدا خیر برکتیت موفق باش. سوال دیگه هم است حضرت. آیا زن حق دارد مال ضبط کنه زن؟ در وقتی ضرورت به ضرورت سر ندارد، آیا همین عموما حق دارد زن ضبط کنه مال دا؟ ذبح مال؟ ذبح مال، بله. ذبح چروا یعنی عموما یعنی هر چی که باشد. سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ نه. خدا خیر برکت. خدا خیر که برکتیت موفق. خوب. مسئله چیست؟ یکم که زکات دادن یا صدقه دادن، نه هیچ ممکن است، حرام است. و خورد بدی اون پدرت از حساب زکاتش تیرو کلان نکرد بود. این مسلمانی هست، به انصافی هست که انسان از حساب زکات این حق الله هست، حق پروردگار است. حق پروردگار به کی داده میشد؟ به بندگانی نیازمندی بیگانه. بندگانی پروردگار برای تو بیگانه، نه به فرزند داده میشد، نه به پدر و مادر، نه به بابا و ماما و چقدری که بالا برود یا چقدری که پایان برود.
حرام است، درست نیست. تو از حساب فرزندی کجا میشد فرزندی تو اگر حساب زکات پدر و مادرت رو تامین کنی یا از حساب صدقات؟ نه، از حساب مال خودت. حتی بعضی از علما و دانشمندا اکا و دادر اپا و خواهر رو از حساب زکات یعنی به انصافی و نوجوانمردی میدونن که باید میگن بیرون از زکات باید تامین کند انسان اکا و دادر اپا و خواهر رو. حالا که چی جایی که پدر و مادر یا که فرزندان، درست نیست، حرام است، حرام قطعی است که پدر و مادر را حساب زکات جدا کردهش، یعنی زکات جدا کرده یعنی چگونه مال است. شاید در تجارت یگان شک و شبهه و دروغ و دیگر خود نشان ندهد، یعنی ناپاکی مولد رو میبروری میدی، بعد ناپاکی مولد رو با پدر و مادرت میدهی. پاکترین مولد رو باید با پدر و مادرت و با فرزندانت بدهی تا اینکه پروردگار در عوضش برایت چند برابر زیاد بدهد. هیچ ممکن نیست. این یک. سوال دیگم، ذبح کردن زن درست است؟ من در یک جای کسی سوال کرد گفت که میگویند که اگر که زنی خب دیگر خوب نیست، لیکن به هر حال سوال چنین بود، زنی اگر خب مرغ خب گوسفند هر چی که ذبح کردنی شد باید که یگون تیوقی رو در بین پشت بماند و بعد ذبح کند. استغفرالله، چی گپ است؟ در زن در انسان یک انسانی کامل است، انسانی ناقص نیست. زن در اسلام همچون مادر مقدس است، حتی جنت زیر قدمی اون مادر است. در اسلام زن ناقص نیست، زن کامل است، در تمام عبادت ها برابر مرد است. در نماز، در روزه، در زکات، در حج، در کلمه، در تمام عبادت ها برابر مرد است. اگر حالت مخصوصی که ولی دیگر اون عذری زنو ندارن که براش ذکر معنی نیست. حتی دانشمندان اسلام میگویند که در همون حالتی بیماری زنانش 5 وقت نماز طهارت دستورو کند. دقت بدید، طهارت دستورو کند، بالای جای نماز بنشیند، ذکرها رو بگید، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، تمام ذکرها رو بگید. قرآن خواندنش درست نیست، در این حالت مسجد داخل شدنش درست نیست. خب این از طرف پروردگار است، اما از این طرف برابر مرد است، یعنی یک انسانی کامل است. درست است که حیوان رو ذبح کنند حلال است. حیوانی ذبح کردهش مادامی که رو به قبله بماند، بسم الله الله اکبر بگوید، بکشد، حلال است، هیچ شک و شبهه‌ای در اون نیست. حالا گفتم که چیز حسن بصری رحمت الله علیه یکی از بزرگترین شخصیت‌های اسلام است. و گفتن که هزار افسوس که در جنت برایم بسته شد. الو. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. از یک سوال داشتم مرحبا. همین از زبان مردم میشنویم که اگر که پدر و مادر راضی باشه خدا راضی است. همین یگان جنبه دینی داشته باشه، همین سخنی که از مقصد سخنی می باشه. سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ نه از خدا خیر برکت. موفق باشید. سلام باشید. غضب پروردگار در غضب پدر و مادر است. حالا فعلا گفتیم که مادر راضی نباشد یعنی چی؟ فرزند داخل، پدر راضی نباشد فرزند داخل شدن نمیتواند، فرزند جنت داخل شدن نمیتواند. حالا اونجا گفتیم که حالا چیست؟ زنی که شوهر کنه تمامی مسئولیت و وظیفه و عهده‌داری ها بالای شوهر میاد. حالا شوهر راضی نباشد زن داخل جنت شدن نمیتواند. خیاش به همین. الو. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. اگر جمله سوال داشتم، سوال منافطه مرحبا. نیکی به پدر و مادر حتی اگر مشرک باشد آیا درست است یا نه؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت کرد. سلامت باشید. سلامت. دیگه سوال نیست؟ سلامت باشید. یعنی چی؟ حتی مشرک و حتی کافر هم باشد وظیفه پدری دارد.
رو باید تو مردنش خدمت کنی، حتی مجبورش نکنی که تو مسلمان شو. فرزند حق ندارد پدر مادر رو مجبور کند که مسلمان شو، نباشد میزنمت یا که خدمتت نمیکنم، گناهگار میشود. حتی اگر مشرک هم باشد، کافر هم باشد، مسلمان هم نباشد، پدر مادر یا پدر یا مادر یا هر دو، تا وفاتشون باید که این فرزند خدمت کند، خدمت فرزندی رو کند. این مسلمانی خودش رو اگر بگوید که ولی فرض کردیم خدای نکرده اگر او پدر که کافر باشد، غیر مشرک باشد، غیر مسلمان باشد، فرزندش رو مجبور کند که تو اگر کافر نشوی یعنی عقد میکنم، تمام عقد نمیشود. عقد در مسئله ای میشود که فرمانی در اینجا هم فرمانی پروردگار باشد و هم فرمانی پدر و مادر. در این صورت اگر این کار رو انجام ندهد عقد میشود. حالا هم فرمانی پروردگار هم فرمانی پدر چی هست؟ نیاز به لباس دارد، نیاز به خوردن دارد، ضرورت به یعنی جای خواب دارد، ضرورت به ماشین دارد، ضرورت به ضروریات زندگی. حالا ضروریات زندگی رو ما از کجا میفهمیم که چی ضروریات هست و چی ضرورت نیست؟ خانه ضرور است. حالا خانه اگر چند میلیون هم که باشد زکات نمیدهد. چرا زکات نمیدهد؟ برای که این ضروریات زندگی هست. چند ماشین هم داشته باشد از این ماشین ها زکات نمیدهد. چرا نمیدهد؟ برای که این ضروریات زندگی هست. انا همین ضروریات های زندگی در اینجا هم امری پدری کافر یا پدری مادری کافر یا مشرک، پدری مشرک یا مادری مشرک، اینجا هم امر پروردگار است که ضروریات این پدر مشرکت رو بجا بیار و هم امر اون پدر است که این ضروریات هم رو تأمین کن. هر دو امر بجا آمد، اگر نکرد عاصی می شود، گناهگار می شود. اما اون امر کند که تو کافر شو، لیکن پروردگار امر میکند که کافر نشو. در اینجا امر پروردگار بالاتر است. اطاعتی مخلوق در اینجا از یعنی اطاعت پروردگار از همه بالا هست. یعنی اطاعت مخلوق در اینجا ضرورت یعنی هیچ ممکن نیست، چرا که اینجا اطاعتی خالق است که باید که کافر نشود، ایمان داشته باشد، مسلمان باشد. در همین صورت پدر مشرک یا مادر مشرک رو باید خدمت کند، تا مردنش باید خدمت کند، ضروریاتش رو تأمین کند، حتی خدمتش کند، چایش دم کند، خوراکش کند، بیارد، خدمت کند، آزارش ندهد، اوف نگوید. هیچ وقت باید که نرنجاند پدر و مادر رو، چی مسلمان باشن چی مشرک باشن. الو. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله برکاته. حضرت ناظرین شما خوبه؟ الحمدلله فضل خدا سلامت باشید. سلام داشتیم. مرحمت. به احترامی نسبت پدر و مادر چی پیامدهای باید داشته باشن؟ آخر برکت. دیگه سوال نیست. سلامت باشین. موفق باشید. به احترامی پدر و مادر یعنی به برکتی است. به برکتی، نوکامی. یک مثال دیگر اگر نوجا نام نیست، مثال دیگر بزنم، همین پیشوای ملت، یک کشور ناآرامی جنگ زده، یکی جنگ تحمیلی برادرکشی که تهدیدی نیستی و از بین رفتن این دولت تاجیک و ملت تاجیک در خطر بود. حالا این دولت یعنی با اعانت و کمک پروردگار و زیر تمام خطر و تمام آفت و تمام ضرر رفتن، با مخالفین صحبت کردن و تمام مردم آواره و سرسان و سرگردان و گریزه رو به وطن برگردانیدن. خب و این چند سال هست که همیشه شب و روز مهنت و زحمت میکشند و یک ببینید چقدر تونل، چقدر نیروگاه‌های برقی که در 70 و چند سالی شوروی نشده بود، در این 30 و چند سالی استقلالیت الحمدلله بخیل، یعنی ما پیشروی ها داریم. با وجود این که اون جنگ برادرکش، اون جنگ تحمیلی بودجه دولت رو به صفر
و بودجه مردم رو به نیستی نابودی برده بود. بسیاری اویله ها رو به نیستی، خانه ها رو آتش زده بودن. همه این الحمدلله برقرار شد. حالا چقدر، یعنی هر سال است که کارخانه های صنعتی و نقبه ها و نیروگاه های برقی و دیگر کارخانه ها بنیاد شده ایستاده است، کشوده شده ایستاده است، راه در سطح بین المللی تعمیر شده ایستاده است، از نوسازی شده ایستاده است. الحمدلله برابری که پیشوای ملت و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. میدونید من یکی از سبب‌های این همه کامیابی‌هایش رو، یکی از سبب‌هایش رو در چی می‌بینم؟ از همسایه‌هایشون قبل از اون که رئیس شورا یا اینکه پرزیدنت شوند، از همسایه گفتن که اون پدری برجامانده پیری بیمارشون رو پیش بغل می‌کردن، دویم خدمت می‌کردن. بعدی که پرزیدنت شدند و چند سالی در قدرت و در حکومت بودن، مادر سالخوردهشون بیمار بودن، تقریبا 24 ساعت بالای مادر بودن و همیشه خدمتی مادر میکردن. کامیاب شدن آسان نیست، اقبال داشتن هم آسان نیست. پروردگار هم به هر کس اقبال و به هر کس آمد و به هر کس هم کامیابی نمیدهد. کامیابی و اقبال و بخت و این همه پیشروی و سعادت اونجا دعای اون پدری برجا مانده و این دعای مادری برجا مانده که دعایم بچم خدا برکت دیگر، پروردگار نگاهت بدارد، پروردگار از چشم بد نگاهت بدارد. دعاها هست که خداوند عزوجل هم حفظ میکند، هم کامیاب میکند. دعای پدر و مادر. برای همین من گفتم که حالا که مادرم یا پدرم که گذشت، همون صرف و خرجی که دارید بر روحی همون اون کار نیکی رو انجام بدهید، ثواب پروردگار و ثوابش رو به مادر مرحومم به پدر مرحومم برسان. وقتی که روحی مادرت شاد شد، برای کارت می شود. وقتی که روحی پدرت شاد شد، پروردگار روحی پدرت رو از تو شاد کرد، پروردگار باز در برابر این برای کار و اقبال و آمد و دیگرت می دهد. برای همین اینجا سوال شد که نافرمانی پدر و مادر چی پیامد دارد؟ بدبختی دارد، ناکامی دارد. برای همین حالا ببینید در قرآن میگوید که استعیذ بالله رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردگار من را از نماز برپا کنندگان، از نیکان، از عبادت کنندگان و فرزندان نیکم عطا فرما. طلب فرزندی صالح و نیک. مستقیما بعد این میگوید ربنا اغفر لي ولوالدي، پروردگار من را رحمت و مغفرت کن پدر و مادرم را. تفسیر اشاری میدونید چی میگویند در این موضوع؟ میگویند که پروردگار میگوید که فرزندی نیک میخواهی فرزندی نیک باش، فرزندی نیک میخواهی فرزندی نیک باش، فرزندی نیک شدی فرزندی نیکت میدهم میگوید پروردگار. فرزندی بد شدی فرزندی بد نیک را نمیبینی میگوید پروردگار. دقت بدهید. فرزندی نیک میخواهید فرزندی نیک باشید، فرزندی بد شدید فرزندی نیک رو نمیبینید میگوید پروردگار در تفسیر اشاری. برای همین یعنی چی؟ نافرمانی یا آزار پدر و مادر بدبختی هست. ولی بسیاری در نمازهای جمعه خدشا میآید حضرت یا دملا یا دیگر در حق ما دعای برای کار هم پدر و مادر رو خدمت که اگر نیستن بر روحشون یک نیکی انجام بده، بگو پروردگار رو ثوابش رو برسون. بعد برای کار رو میبینم که چقدر برای کارت میآید و در کسب و کار و زندگی و عمر و فرزندانت پروردگار چگونه برکت بیشمارش رو عطا میکند. بهترین
بهترین جا و مکان شخصی که دعایش مستجاب می شود چی حیات باشد چی گذشته باشد این پدر و مادر است. نگویید که پدر و مادر گذشت دیگر دعا ندارن. نه، روحش شاد شد، پروردگار برای کارت میدهد، پروردگار برکتت میدهد، پروردگار عزتت میدهد، پروردگار در در تمامی کارهای نیکت برای رو آمدت میدهد که کار خود از خود پیش رفتن میگیرد. اگر برایت ندهد چگینه چپک ند خودت بکشی که دیگر کارت پیش نمی رود. یعنی زنجیربند کردگی مثل زنجیربند دیگر هیچ نمی شود. از 24 ساعت 20 ساعت مهنت کنی نمی شود، تمام. برای همین پروردگار رو خالص و یکه و یگانه عبادت کردن و پدر و مادر رو خدمت کردن، دعای پدر و مادر رو گرفتن، یا این پدر و مادر گذاشته باشد بر روحشون مسجد، مکتب، یتیمخانه، راه، باغ، جای جمعیتی سهمگذاری صدقه بده و بگو پروردگار رو ثوابش رو بر روح مادری گذاشتم یا بر روح پدری گذاشتم برسون و از من خشنود خوشحال راضیشون بگردان. پروردگار رو راضی خودت و شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم راضی والدین نصیب راضی بگردان. پروردگار هم عزت دنیا برات میدهد هم عزت آخرت. و در اخیر برنامه من از همه میبینم که اکثریت کلی بینندگان ما از مهاجرین هستند، بیرون از تاجیکستان، زیاده از 60% یا 70% بینندگان ما از مهاجرین مهنتی هستند. و همه اون برادرای عزیزی که در مهاجرت مهنتی هستند مراجعت به اونا میکنم که همیشه در تماس باشید با پدر و مادر. اگر گذشته باشند در دعاها و عبادتهایتون هرگز پدر و مادر رو فراموش نگید. بعد هر نمازی بگید پروردگار و پدر و مادرم رو رحمت مغفرت، روحشون رو شاد، قبرشون رو با نور رحمتت منور، از من خشنود خوشحال راضیشون بگردان. دعا کنید. همین دعای شما سبب برکتی در کسب کارتون می شود، حتی سببی از خطر و ضرر و آفت پروردگار حفظتون میکند. مادامی که پدر و مادری گذشته‌تون روحشون شاد شود. اگر پدر و مادر نیست با همسرتون دائم در تماس باشید. متاسفانه همین ریاست فتوای ما چقدر زنها میآیند شکایت میکنن 4 سال 5 سال است که شوهر رفتگی است، 3 تا 4 تا 5 تا فرزند در اینجا گذاشته است، نه در تماس است نه در علاقه است نه یگون چیزی روان میکند. حداقل که امکانیت و شرایطی ندارید، دارید یک امکانیتی که تلفن کنید بگید زنک جان خوب هستی، فرزندا خوب هستن، جگرگوشه‌های من چخیل هستم. و گجا هست که اون مردی و مسلمانی و مردی مرد باید مرد باشد، پدر باشد، پدر باید پدر باشد، پدر باید مهربان باشد نسبتی همسری خود و نسبتی چیز فرزندانی خود. باید دویم در تماس، دویم در علاقه باشند. در برابر این خواهش که همیشه در تماس با پدر و مادر با همسر و فرزندو باشید. در برابر این از پروردگار برایتون توفیق ایمان هدایت کامل که بسیاری از همین در مهاجرت مهنتی بدگی از بی توفیقی، از فسق و فجور و بلاها و آفت‌ها مبتلا و گرفتار میشن. خداوند عزوجل توفیق ایمان هدایت کامل و در کسب و کارتون برکت عطا کند و با عزت، با برکت، سالم، غنی، کیسه ها پر و نزد پیوندان و اهل خانواده‌تون بر بگرداند. و من بسیار همچون رئیس شورای علما از همه شما تشکر میگم که دائم در این برنامه هستید و بیرون از این برنامه هم همیشه در تلفن شخصی من هم سوالای خیلی زیاده از مهاجرین مهنتی برادران عزیز و گرامی ما همیشه سوال ها میاد. ما به قدر امکان در حال یا دیرتر حتمی به سوال ها جواب میدیم. خداوند عزوجل عزت و برکت سعادت دائمی بدهد و همه شما بینندگان عزیز رو در پناه عصمت خودش نگه بدارد و خداوند عزوجل رازقی خودش و شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نصیب روزی بگرداند و روزی والدین.
اگر روزگی والدین رو گرفتید فرزندانتون خدمتتون میکند. فرزندانتون بلوی چشم دیده همچون مغزی نان میبردارند و در برابر این همه خداوند عزوجل مفید و منفعتناک برای ملت و برای دولت و برای همین سرزمین کشور قبل از همه خودم و همه شما، همه ما و شما رو مفید و منفعتناک بگرداند. خدا کند که به همه منفعتمون برسد و به هیچ کسی ضررمون نرسد. این است کامیابی مسلمان در دنیا و آخرت. موفق و کامیاب تا برنامه دیگر در پناه عصمت پروردگار باشید.